نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. من حسیب العابد هستم و فرا رسیدن حلول ماه مبارک رمضان را به تمام شما شنونده های عزیز تبریک میگم. شنونده های گرامی، تا آخر برنامه ما را همراهی کنید تا از تازه ترین اخبار غزنی، کشور، منطقه و جهان با خبر شوید. در نخست از ولایت غزنی شروع میکنیم. در تازه ترین رویداد در نتیجه یک حادثه ترافیکی در روز چهارشنبه در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولسوالی مقر ولایت غزنی 3 تن جان باختند. این حادثه بر اثر برخورد یک موتر باربری با یک موتر نو 303 رخ داده است. نیروهای امنیتی ولسوالی مقر به سرعت به محل رسیدند و اجساد قربانیان را به شفاخانه ولایتی این ولایت منتقل کردند. به منظور گرامی داشته از 26 دلو، باشندگان ولایت غزنی میگویند که مجاهدین و مردم افغانستان با داشتن امکانات و تجهیزات ناچیز اما اراده و ایمان قوی توانستند قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق را شکست دهند. همکارم ذکرالله رسولی گزارش را در مورد تهیه دیده است که با هم میشنویم. پس از نزدیک به 10 جهاد، مردم افغانستان با ایستادگی و مبارزه در برابر یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان پیروز شدند. بسیاری از مجاهدین آن زمان هنوز هم خاطرات تلخ و شیرین آن روزها را در ذهن دارند. حاجی انارگل، یک تن از مجاهدین که در جریان جنگ یک چشم خود را از دست داده، از روزهای دشوار مبارزه چنین یاد می‌کند. د یو سال په افغانستان باندې یرغل وکړ، بیا د کمونستان راپورته شوه، ذاتي د موږ علما او د بعضې خلک شهیدان کړه، بیا بعد هغه ذاتي د جوماتونه یې خرابول، اتې موږ جهاد شروع وکړه. بیا الحمدلله چې ډېر ښه جهاد مو وکړ. په اوله سر کې د دوی قوه سرخ په نامه باندې وه، ډېر وحشي قوه وه صاحب، هېڅوک یې هم نه پرېښوده. باور وکړه له ماله نیولې تر حیوانانو تر انسانانو پورې دا ټول ختمول، قتل عام یې شروع کړی. بیا موږ د دوی په مقابل کې دوی ته الحمدلله ډېر سخت زیات دغه تلفات ورسولی. ما در شرایط بسیار سخت می جنگیدیم. امکانات اندک بود، اما ایمان و اراده قوی داشتیم. اشغالگران ظلم‌های زیادی بر مردم ما روا داشتند، اما مردم تسلیم نشدند. حاجی اسمت الله صدیقی نیز از ظلم نیروهای اشغالگر و مقاومت مردم سخن گفته می‌افزاید. مردم خود چیزی نداشت، نه در جهاد بالا شده بود. مردم اول خواست بوتل بود و از بعد از بوتل باز تفنگ‌های شکاری بود، باز بعد از در تکه و 303 بوریا بود، باز تا که سلاح نو آمد و در جوابات از این کار گرفته میشد. حتی اینطورش مقصد بگم که در یک بوتل یک تانگ هم از بین رفت. دشمن با تمام تجهیزات پیشرفته آمده بود، اما مجاهدین با امکانات محدود و با نصرت الهی ایستادگی کردند و در نهایت پیروز شدند. در همین حال حاجی بسم الله از نسل جوان می‌خواهد که از این تاریخ عبرت گرفته و وحدت ملی را حفظ کنند. پیغام خو مو ولس و خلق و مسلمانانو ته، خصوصا ځوانانو ته، د دې وخت ځوانانو ته دا دی چې دوی باید ډېر ځیرک، هوښیار، بادرده بادرکه اوسي او ډېر متحد اوسي او ډېر بشر دوسته، اسلام دوسته اوسي، تر څو چې دا د موږ تاسې وطن بیچاره له دې کړاوو څخه خلاص یو مثبت خواته حرکت وکړي. اگر اتحاد خود را حفظ کنیم، هیچ نیرویی نمیتواند به کشور ما آسیب برساند. جوانان باید راه بزرگانشان را ادامه داده و وطن خود را دوست داشته باشند. حاجی انارگل بار دیگر بر روحیه مبارزه مردم افغانستان تاکید کرده میگوید: اختار ورکوسی افغانستان سی دغه پرت به پاتې خارجان په افغانستان کې مداخله ونه کړي، نه به مسلمانان له خپل عقیدې واړوي. دغه د ما دغه د ځکه مسلمانان د افغانستان په دې ډېر سخته نتیجه ورکړې ده او په جهاد کې ډېر بری کړی دی، ډېر کامیاب شوي دي. افغان‌ها مردمی هستند که در برابر هر تجاوز ایستادند. ما ثابت کردیم که هیچ قدرتی نمیتواند بر اراده این ملت غلبه کند. 26 دلو تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه یادآور فداکاری‌ها،
قربانی ها و مقاومت مردمی است که برای آزادی سرزمینشان ایستادند و تاریخ را رقم زدند. و همچنان نشست کمیته انکشافی ولایتی یعنی PDC در تالار مقامی ولایت غزنی برگزار شد. این نشست به ریاست سردار محمد مدنی معاون والی غزنی و با سکرتریت مولادات حسن رئیس اقتصاد با حضور مسئولان ادارات سکتوری، نمایندگان سکتور خصوصی و مؤسسات دایر گردید. معاون والی غزنی بر تقویت هماهنگی میان ادارات برای بهبود ارائه خدمات و رسیدگی مؤثر به مشکلات مردم تاکید کرد. همچنان مسئولان ادارات و مؤسسات گزارش‌های ماهانه و سالانه خود را ارائه کرده و در مورد آمادگی برای تطبیق برخی پروژه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. فاز نخست یک پارک آبی تفریحی با هزینه $2.5 میلیون آمریکایی در غزنی تکمیل شده است. جوانان این ولایت از ایجاد چنین مکان‌ها استقبال کرده و آن را گامی مهم برای دور نگه داشتن نسل جوان از آسیب‌های اجتماعی می‌دانند. همکارم ذکرالله رسولی با شرح بیشتر این گزارش. یک پارک تفریحی به ارزش $4 میلیون از سوی یکی از سرمایه‌داران در ولایت غزنی ساخته می شود. مکانی که هدف از ایجاد آن فراهم سازی فرصت‌های سالم تفریحی برای شهروندان به ویژه جوانان عنوان می شود. این مکان در 2 فاز ساخته می شود. در گام نخست شامل یک حوض آببازی مجهز با تمام سہولت‌های مورد نیاز و به شکل معیاری است. مسئولان می‌افزایند که هزینه فاز اول این پروژه حدود $2.5 میلیون بوده است. حاجی مرتضی مسئول این محل تفریحی میگوید در حدود $2.5 میلیون در می فاز اول مصرف شده است و حدود $1.5 میلیون دیگر در فاز دوم که فعلا کارش تقریبا جریان داره که می‌خوایم در او عرصه باید سرمایه‌گذاری کنیم که شامل فاز دوم همین پارک آبی میشه و سالن فوتسال و همچنین سنوکر کلب‌ها در اینجا جور میشه ان شاء الله اگر رضا الله بود. از سوی دیگر ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی این ولایت را دارای ظرفیت‌های بلند گردشگری دانسته و بهره برداری از چنین مکان‌های تفریحی را گام مهم در راستای رشد صنعت گردشگری و جذب سیاحان عنوان می‌کند. زه باور لرم چې دغه سي پارکونو په جوړولو یا دغه سي سیاحتي او سیلاني ځایونو په جوړولو سره به غزنی ولایت د داخلي او خارجي سیلانیانو راتګ خورا زیات سي. استاد ضمیر یکی از ورزشکاران از تاجران می‌خواهد تا در ایجاد چنین مراکز تفریحی سرمایه‌گذاری کنند تا جوانان بتوانند از محیط‌های سالم استفاده کرده و از آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر دور نگه داشته شوند. تاجرای خود امیدوار به این هستم که مکان‌های مقبول زیبا ایجاد کنند تا ورزشکاران ما از مواد مخدر دور باشد. شماری از جوانان در ولایت غزنی نیز میگویند که در کنار آموزش و تحصیل و تفریح و سرگرمی‌های سالم نیز نیاز دارند و سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا زمینه‌های بیشتری تفریحی را برای آنان فراهم سازند. شفیق الله قاریزاده یک تن از جوانان در این ولایت چنین میگوید: جوانای ما شما که در درس نیاز دارند، در تحصیل نیاز دارند، در کار نیاز دارند، در تفریح هم نیاز دارند. این زمینا را برای جوانان مساعد بکنند تا که جوانان زیاد استفاده بکنند به کشور خود ما و شما، در منطقه خود ما و شما، در جایی که ما و شما امروز زندگی بکنیم باید امیت یک مجتمع ایجاد شود. به باور کارشناسان سرمایه‌گذاری در بخش تفریحی و گردشگری در کنار سایر بخش‌های زیربنایی میتواند به رشد متوازن شهری کمک کرده و زمینه رفاه بیشتر شهروندان را فراهم سازد. و سمینار یک روزه تحت عنوان مسئولیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در برابر نظام اسلامی و جامعه در تالار مقامی ولایت غزنی برگزار شد. در این برنامه ملا عبدالصمد جاوید والی غزنی، مسئولان نهادهای علمی و دینی و نمایندگان رسانه‌های دولتی و خصوصی حضور داشتند. والی غزنی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در جامعه خواستار رعایت صداقت، امانتداری و خودداری از نشر شایعات شد. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این سمینار را ارتقای سطح آگاهی‌دهی حرفه‌ای خبرنگاران و تبیین مسئولیت‌های آنان در قبال جامعه عنوان کردند. 60 تن از جوانان پس از تکمیل یک دوره 6 ماهه آموزش‌های حرفه‌ای در مرکز آموزشی ریاست کار و امور اجتماعی غزنی فارغ شده و سند فراغت دریافت کردند. همکارم رسولی گزارش می‌دهد. به گفته مسئولان این ریاست، این جوانان پس از تکمیل یک دوره 6 ماهه آموزشی از رشته‌های ترمیم موبایل، نجاری، خیاطی و انجینری برق فارغ شدند. علی محمد محمود آمر امور کاری ریاست کار و امور اجتماعی میگوید که این جوانان پس از تکمیل آموزش‌ها آماده کار شدند و از مسئولان و نهادهای همکار می‌خواهند
تا در زمینه فراهمسازی وسایل کاری با آنان همکاری کنند. موږ دلته تقریبا 4 حرفې لرو په دغه حرفې مرکز کې. یو د موبایل حرفه او د نجاري حرفه او د خیاطي حرفه او د تعمیراتي برق حرفه. په مجموع کې په کال کې 2 دورې فارغان درلودل چې دغه اخیرنۍ دوره و. نو تقریبا د 8 نفر شاوخوا کې مو فارغان درلودل. در همین حال نصرت الله که در بخش ترمیم موبایل آموزش دیده از فراغت خود ابراز خوشی کرده و میگوید که اکنون میتواند از طریق حرفه‌اش برای خانواده خود نفقه فراهم کرده و به مردم خدمت کند. داسې موږ ځوانان یو د کورنۍ مسؤلیتونه رالغاړي دي، نو زموږ لپاره دا یو ډیر ښه فرصت ولو. یعنې له ما سره خپل همدا فکر سر له ننه پیدا دی چې زه په دې بخش کې ما کار کړی، زده کړه مې کړې ده، زه سر له سبا باید یو دکان برابر کړم. له دې طریقه به زه به وکړی شم چې تر څو پورې کورنۍ ته نفقه برابر کړم. عید محمد که از رشته خیاطی فارغ شده از دیگر جوانان میخواهد که وقت ارزشمند خود را بیهوده ضایع نکنند و با یادگیری یک حرفه برای خدمت به جامعه و خانواده هایشان آماده شوند. موږ له نورو ځوانانو څخه هم دا سوال او دا پوښتنه ده چې باید دلته راشي تر څو د یو کسب او د کار څښتن شي. او موږ په اوله سر کې مثلا د موږ له عمره سره نه ښایي چې مثلا موږ په داسې سیند کې کار کړی وای، خو الحمدلله موږ ته د کار زمینه برابره شوله او موږ دلته رالو خپل کار هم په مخ باندې یو. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی میگویند که در یک سال گذشته حدود 250 تن از جوانان از این مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف فارغ شده و اکنون به گونه عملی در بخش‌های مربوطه مشغول کار هستند. و در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی حوزه 4 غزنی 3 تن به اتهام سرقت بازداشت شدند. به گفته مسئولان این افراد شبها در منطقه قلعه نو روشنایی به سرقت می پرداختند و شب دوشنبه بر اساس یک گزارش کشفی همراه با یک موتر و چند قلم اموال مسروقه بازداشت شدند. مسئولان ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت غزنی اعلام کردند که در نتیجه تلاش‌های محتسبین این ریاست در ولسوالی مقر یک زن که همسرش وفات کرده بود پس از بررسی همه‌جانبه قضیه دوباره با فرزندان یتیم خود یکجا شده و به حقوق شرعی خویش دست یافت. بر بنیاد معلومات ارائه شده این زن پس از وفات همسرش در خانه پدرش زندگی میکرد، اما فرزندانش از سوی برادران این زن از او جدا شده بودند. آنان ادعا داشتند که به دلیل تامین مصارف کودکان حق نگهداری از آنان را دارند. محتسبین و علمای کرام پس از بررسی موضوع و استماع اظهارات هر دو طرف با استناد به دلایل شرعی بر حق مسلم مادر در حضانت فرزندان تاکید کردند و جداسازی کودک از مادر بدون عذر شرعی را نادرست دانستند. در پی ارشاد و قناعت‌دهی شرعی با همکاری برادران این زن مصارف کودکان تامین و فرزندان دوباره به مادرشان سپرده شدند. و همچنان در هفته روان 67 تن از جوانان پس از سپری کردن دوره‌های آموزشی 3 تا 6 ماهه در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی و مهارت‌های حرفه‌ای از سوی آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی به همکاری یک مؤسسه در غزنی فارغ شدند. باز هم همکارم رسولی گزارش می‌دهد. 67 تن از جوانان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی 3 ماهه الی 6 ماهه در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی و مهارت‌های حرفه‌ای در ولایت غزنی فارغ شدند. این برنامه از سوی آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی به همکاری مؤسسه نروژ راه اندازی شده بود. به گفته مسئولان، هدف از راه اندازی آن ایجاد اشتغالزایی و کاهش سطح بیکاری در جامعه بوده و از جوانان آموزش یافته می‌خواهند که از حرفه‌هایشان استفاده کرده و مصدر خدمت در جامعه واقع شوند. د افغاني غیرت نه د کار واخلي او د اسباب د ضایع نه کی او هغه سند چې نن دوی ته ناروی ورکو یا سبا موږ ورکو ان شاء الله د هغو سند دا یو ادنا کاغذ نه و، دا یو مسولیت د مسولیت ته وسپارل سو. ل خپل مسولیت سره د داسې کردار ادا کی چې هغه کردار د مسلمانانو د عزت او د وقار د ساتنې جوګه وګرځي. یو 50 کسان د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو او 14 کسان د موټرسایکل ترمیم او سولر سیستم د انسټالیشن او نصب د سیمفونو څخه د فراغت شاهدان وو. نو په مجموع کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو پروګرام چې د شپږو میاشتو لپاره او د حرفوي زده کړو سولر ترمیم او موټرسایکل ترمیم سیمفونه د 3 میاشتو لپاره دایر شوی. جوانان آموزش دیده با ابراز خرسندی میگویند
که حالا می توانند در جامعه خدمت کرده و عاید به دست آورند. زه 100% ان شاء الله باوري یم چې په دغه د کوم زده کړې چې ما کړې دي او موږ خپل همصنفیانو نو زه 100% په ځان باوري یم چې خلکو دغه ترمیم کا انسټالیشن دا ټول ورته وکړم. دا کورس یو ډېر د اقتصاد له نظره که چیرې موږ ما نشوی کولی چې په نورو کورسونو کې زده کړې وکړم ځکه چې هغه فیسونه زیات ولو او دلته ما ډېر په فری ډول رایگان ډول زده کړې وکړې. قابل یادآوری است که چنین برنامه‌هایی می‌تواند به گسترش فرصت‌های آموزشی و دسترسی بیشتر جوانان به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کمک کند، امری که در دراز مدت به رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز منجر خواهد شد. و همچنان مسئولان امنیتی غزنی از وقوع 2 حادثه ترافیکی دیگر در این ولایت خبر می‌دهند که در پی آن 7 تن کشته و زخمی شدند. در رویداد نخست در ولسوالی آبند در شاهراه کابل کندهار بر اثر برخورد موتر باربری با موتر مسافربری 5 تن جان باخته و 1 کودک زخمی شده است. در رویداد دوم در ولسوالی گیلان واژگونی 1 موتر باربری به دلیل بی‌احتیاطی راننده منجر به جان باختن راننده شده است. و همچنان مسئولان امنیتی در غزنی از مهار به موقع یک آتش سوزی در مربوطات حوزه دوم امنیتی این ولایت در هفته روان خبر می‌دهند. با گفته مسئولان این آتش سوزی در هفته روان در یک دکان مواد خوراک فروشی واقع در کوچه سید احمد مکئی در پی استفاده نادرست از گاز مایع رخ داده بود. با دریافت گزارش تیم مسلکی مدیریت اطفائیه قماندانی امنیتی ولایت غزنی به گونه فوری به محل اعزام شده و موفق به مهار کامل آتش گردید. بر بنیاد معلومات ارائه شده این رویداد تلفات جانی در پی نداشته و با اقدام سریع نیروهای اطفائیه از وارد شدن خسارات گسترده مالی نیز جلوگیری شده است. 4 تن به اتهام سرقت یک اراده موتورسایکل در ولسوالی خواجه آمری ولایت غزنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیتی غزنی این افراد در هفته روان در مربوطات ساحه برکات ولسوالی خواجه آمری در پی یک گزارش کشفی بازداشت شدند. گفته می شود موتورسایکل متذکره 1 روز پیش از ولسوالی خوگیانی به سرقت رفته بود. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی دیگر در ولسوالی مقر ولایت غزنی 13 تن کشته و زخمی شدند. به گفته مسئولان این حادثه در شاهراه کابل کندهار در مربوطات قریه بهاءالدین ولسوالی مقر در اثر برخورد 2 اراده موتر رخ داده است. در پی این رویداد 1 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شدند. علت وقوع این حادثه تاریکی شب و بی احتیاطی راننده عنوان شده است. و همچنان در نتیجه یک رویداد ترافیکی دیگر در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 5 تن به شمول 2 زن و 1 کودک جان باخته و 1 کودک دیگر زخمی شده است. با گفته مسئولان امنیتی این حادثه در شاهراه کابل کندهار در منطقه علی چنبر ولسوالی قره‌باغ میان 1 اراده موتر باربری و 1 موتر مسافربری رخ داده است. نیروهای امنیتی ولسوالی به گونه فوری در محل رویداد حضور یافته و ارشاد قربانیان و کودک زخمی را جهت رسیدگی صحی به شفاخانه ولایتی غزنی انتقال دادند. مسئولان علت این رویدادها را به احتیاطی رانندگان عنوان کردند. و سنگ تهداب شفاخانه 20 بستر پلیس در کمپلکس قماندانی امنیتی ولایت غزنی توسط مقام‌های بلندپایه گذاشته شد و همزمان کار کمپلکس نیمه تمام این قماندانی پس از توقف چند ساله از سر گرفته شد. این کمپلکس در 4 ساختمان 3 منزله با هزینه 82 میلیون افغانی طی 18 ماه ساخته خواهد شد. در این مراسم معاون اداری وزارت امور داخله افغانستان، والی غزنی و شماری از مسئولان حضور داشتند و بر سرعت و کیفیت کار پروژه تاکید کردند. و مولوی محمد طاهر مبارز با عنوان امیر امنیتی ولایت مراسم رسمی با حضور مقام‌های ارشد امنیتی تعیین و رسما به وظیفه آغاز کرد. در این محفل که با حضور معاون اداری وزارت امور داخله، والی غزنی، مسئولان امنیتی و اداری برگزار گردید، امیر امنیتی جدید بر تامین بهتر امنیت و ارائه خدمات مؤثر به شهروندان تاکید کرد. همچنین مقام‌های حاضر با ارائه توصیه‌های لازم از مسئولان جدید خواستند تا برای تامین ثبات، آسایش مردم و تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی تلاش‌های جدی و دوامدار انجام دهند.
و وزارت عدلیه میگوید که حدود 1730 جریب زمینی موسوم به شهرک سلطان محمود غزنوی در ناحیه پنجم مرکز ولایت غزنی اماراتی تثبیت شد. به گفته وزارت عدلیه از مجموع این زمین 915 جریب آن در تصرف افراد و اشخاص قرار داشته که پس از بررسی‌های حقوقی و تکنیکی اماراتی بودن آن از سوی محکمه اختصاصی تایید شد. این وزارت افزوده کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده پیش از این موضوع زمین‌های یاد شده را تحت بررسی قرار داده و دوسیه آن را به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکزی راجع کرده بود. و دو رویداد جداگانه آتش‌سوزی دیگر در مربوطات ولایت غزنی رخ داد که با اقدام به موقع نیروهای اطفایه مهار گردید. رویداد نخست شام روز جمعه یک مورد آتش‌سوزی در یک دکان موبایل فروشی واقع در کوچه چل بزازی شهر غزنی به وقوع پیوست. همچنان رویداد دوم در یک منزل مسکونی در قریه نامدار ولسوالی مقرین ولایت رخ داده است. به گفته مسئولان، پرسنل اطفایه با حضور سریع در ساحه هر دو آتش‌سوزی را مهار کرده و از گسترش آن جلوگیری نمودند. در این حوادث تلفات جانی گزارش نشده و از وارد شدن خسارات سنگین جلوگیری به عمل آمده است. و مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی با همراهی شهروال این ولایت از شماری از نقاط مختلف شهر غزنی بازدید نمود. این بازدید به منظور تثبیت موقعیت توقفگاه‌های شهری و تنظیم بهتر ساحات توقف وسایط صورت گرفت. والی غزنی در جریان این بررسی بر تعیین موقعیت‌های مناسب و عملی سازی اقدامات لازم از سوی شهروالی با همکاری کمیته موظف تاکید کرد. هدف از این اقدام کاهش ازدحام ترافیکی، بهبود نظم شهری و تسهیل رفت آمد شهروندان عنوان شده است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاهی به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و تحولات یک هفته اخیر ولایت غزنی. سری به رویدادهای کشور میزنیم. در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین الوزراتی طرح‌های ساخت مارکت تجارتی در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپول و مرکز ولایت جوزجان مورد تایید دانسته شد. بر اساس خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، مارکت تجارتی در سرپول با 148 دکان در 2 منزل و مارکت دیگر در جوزجان با 79 دکان در 5 منزل ساخته خواهد شد. شرکت برشنا میگوید که قرارداد خرید برق از ایران برای سال 1405 خورشیدی را تمدید کرده است. این قرارداد در جریان سفر مولا عبدالحق همکار، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا به ایران تمدید شده است. این شرکت افزوده که آقای همکار در نشست دوجانبه با مقام‌های ایرانی در تهران پیرامون توسعه زیربناهای انتقال برق نیز گفتگو کرده است. و امتحان رقابتی به منظور استخدام کارمندان جدید برای بست‌های خالی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان روز گذشته برگزار شد. همکارم در مورد گزارش را تهیه دیده است که با هم میشنویم. امتحان تحریری شماری از بحث‌های خالی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با اشتراک داوطلبان برگزار شد. به گفته مسئولان این اداره، این امتحان در فضای شفاف برگزار شده و تمامی مراحل آن به گونه روشن و عادلانه به پیش برده می شود. از سوی هم عبدالباسط لبیب، رئیس هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی، با اشاره به اهمیت شفافیت در روند استخدام ها گفت که تلاش می شود افراد واجد شرایط از طریق رقابت آزاد جذب شوند. پروسه انشالله کاملا شفاف است و ما با هموطنان خود و خصوص با کاندیدای محترم اطمینان میتیم که پروسه کاملا شفاف است و حق به حقدار سپرده می شود انشالله. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان نیز از شفافیت روند امتحان ابراز خرسندی کرده و خواهان ادامه چنین برنامه‌ها شدند. کچیر دغه په شفاف ډول امتحانونه واخیستل شي. زه په دې باوري یم چې له پوهنتونونو څخه چې هغه کادرونه فارغ شوي دي په دغسې بستونو کې وګمارل شي، حقدار ته به وسپارل شي. سوالات امتحانی که آمده بود تخصصی بود و تمام پروسه امتحان به شکل حرفه‌ای و کامل سپری شد. این در حالی است که رادیو تلویزیون ملی افغانستان به هدف فراهمسازی زمینه‌های کاری برای جوانان و جذب کادرهای مسلکی بست‌های خالی خود را به رقابت آزاد گذاشته بود که امتحان تحریری آن برگزار شد. و مولوی احمد جان بلال، رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی و هیئت همراهش در جریان سفر به بلاروس
با مقام‌های وزارت امور خارجه و شمار دیگر از وزارت‌های این کشور به گونه جداگانه دیدار کردند. ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی می‌گوید که در این دیدارها پیرامون روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفتگو صورت گرفته است. همچنان مولوی احمد جان بلال در جریان این سفر از شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های بلاروسی دیدن کردند. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه اعلام کرده که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت ننگرهار 50,000 تابلت نشه‌آور را از مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد کشف و ضبط کردند. بر اساس خبرنامه در پیوند به این قضیه 2 تن بازداشت شده و پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. و وزارت امور داخله با نشر خبرنامه اعلام کرده است که نیروهای پلیس طی 7 روز گذشته از مربوطات شهر کابل 123 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه از نزد افراد بازداشت شده بیش از 2000 تابلت نشه‌آور، 15 کیلوگرم چرس و مقدار تریاک، شیشه و شراب نیز به دست آمده است. این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شوند. در نشست تواصل تجارتی افغان ازبک که با حضور نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و ارکینجون توردیموف والی سیردریای ازبکستان برگزار شد، 25 تفاهمنامه تجاری به ارزش بیش از 300 میلیون دلار در سکتورهای ساختمان، مواد خوراکی، زراعت، مبل و فرنیچر، رخت و ادویه به امضا رسید. نورالدین عزیزی در این نشست ضمن بیان این که روابط میان دو کشور در سالهای اخیر توسعه و گسترش بی‌سابقه داشته گفت که میزان تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال 2024 میلادی افزایش یافته است. از سوی هم ارکینجون توردیموف بر فعالیت‌های مشترک در عرصه‌های صنعت، تصدی‌ها و پروژه‌های عملی و جدید تاکید کرد. شنونده‌های عزیز، این بود از آخرین تحولات اخیر ولایت غزنی و کشور. سری بر رویدادهای خارجی می‌زنیم. رسانه‌های خارجی به نقل از پسران عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کردند که نسبت به وخامت وضعیت صحی پدرشان در زندان ابراز نگرانی دارند و در پی دریافت اجازه برای دیدار با وی میباشند. بر اساس گزارش‌ها آنان گفتند که پس از گذشت بیش از 2 سال دوری از مقام‌های پاکستانی خواستند تا زمینه دسترسی و ملاقات با پدرشان را فراهم سازند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در جریان بازی هاکی در یک مکتب در ایالت رودایلند امریکا 3 تن به شمول فرد مهاجم کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که فرد مهاجم با شلیک گلوله خودکشی کرده و وضعیت صحی زخمی‌های این رویداد نیز وخیم گزارش شده است. و شبکه خبری الجزیره نیز گزارش داده که در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین در مرکز سودان دست کم 28 تن کشته شده است. بر اساس گزارش حمله روز دوشنبه هفته روان در شهر سودری در ایالت کردوفان شمالی انجام شده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای انجام مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران امریکا و رفع تحریم‌ها به ژنو سفر کرده است، با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد. وزارت امور خارجه ایران میگوید که سید عباس عراقچی در این دیدار بر عزم و جدیت ایران در استفاده از دیپلماسی نتیجه محور برای تامین منافع و حقوق مشروع کشورش و حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت امور خارجه عمان نیز با اشاره به نقش ایران در حفظ و ارتقای صلح و ثبات در منطقه، از ثبات ایران در تداوم مسیر دیپلماتیک تمجید و ابراز امیدواری کرد که این دور از گفتگوها با موفقیت انجام شود. شنونده های رادیو ملی غزنی، این بود از آخرین داشته ها و تحولات ولایت غزنی، کشور و منطقه. امید است که در این ایام ماه مبارک رمضان خسته نشده باشید و ما را تا آخر برنامه همراهی کرده باشید. تا برنامه بعد که بازم حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند لایزال میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. به نام برنامه گزارشات مهم یک هفته.
در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.